مرد با زن خود نزاع کرد، با زن خود جنگ داشت، آنقدر این نزاعشون بالا گرفت که این مرد حرکت کرد، گفت میروم پیش امیرالمؤمنین عمر. امیرالمؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه، عمری که نامش را پادشاه فارس، پادشاه روم میشونید، پشتش به لرزه می آمد. گفت میروم به سمت عمر، از زن خود شکایت میکنم. آمد مرد پشت خانه حضرت عمر، پشت خانه عمر استاده بود، دروازه را قلباب کرد. در همین اثنا شنید که از داخل خانه سر و صدا می آید، از داخل خانه حضرت عمر. گوش خود را گذاشت، دید که زن حضرت عمر به سر حضرت عمر چیخ میزند و حضرت عمر را با کلام خودش اذیت میکند، ولی حضرت عمر امیرالمؤمنین سکوت کرده است، سکوت کرده، حرف نمیزنه. این مرد این حالت را که دید گفت از خانه من که بدتر خانه امیرالمؤمنین بودم، از زن من که خیلی خوب است، زن من با من تعامل خوبی دارد، اینجا را نگاه کن. حرکت کرد. در همین اثنا حضرت عمر آمد، دروازه را باز کرد، دید که یک جوان حرکت کرد از پشت دروازه. صدای زد کجا میری جوان؟ گفت من مشکل داشتم، مشکلم پشت دروازه حل شد. پشت دروازه مشکل حل شد. چه شده؟ جوان چی شده؟ گفت من آمدم تا شکایت زن خود را پیش شما بکنم، مشکل من را حل کنید. من آمدم دیدم که داخل خانه شما هم گاهی وقت میدان جنگ بوده، اینجا هم جنگ وجود دارد. حضرت عمر شاگرد کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. او عمری که شمشیر میزد نفر را با اسب شق میکرد. عمر مشت و بازی خود را به زن مظلوم خود نشان نمیدهد. عمر سیاستش را پادشاهان دنیا را میلرزاند، نه زن ضعیف خود را. اون زن ضعیف و ناتوان بازوی خود را به زن ضعیف نشان نده. عزیز من، سینه ایت را در برابر کفار سپر بکن، از اسلام خود دفاع بکن. این زن مظلوم داخل خانه توان طاقت لگد و مشت من تو را ندارد. این مردانگی نیست که کسی خود را زن خود را لطکوب بکند بعد بگوید من خیلی بکسرم. این مردانگی نیست. حضرت عمر چه جمله های جالبه میگوید. به جوان گفت جوان تو میدانی که داخل خانه ما چه کسی است؟ گفتن نه. گفت این زنان ما پرده است بین ما و آتش جهنم. اگر این زنان ما نمی بود ما زنا میکردیم به آتش جهنم میسوختیم. اینها حجاب است بین ما و آتش جهنم. ای مرد، این زن لباس من و تو را میشوید، غذا به من و تو درست میکند. ای مرد، این زن فرزند من و تو را شیر میدهد. این زن تمام شبها برای فرزند من و تو بیدار خوابی میکند. این زن کل زندگیش من و تو برابریم. وقت آمد زن به خانه شوهر، شوهر میشود پدرش، شوهر میشود مادرش، شوهر میشود برادرش، شوهر میشود خواهرش، کس دیگر ندارد. و فقط جنازه اش که وقت از خانه شوهر بیرون شد از هم جدا میشود. گفت ما باید تحمل میکنیم. این همه زحمت به دوش زن است، این همه تکلیف را زنان میکشن، ما تحمل نکنیم. این مرد گفت من درس را یاد گرفتم، من درس را یاد گرفتم، الان فهمیدم که تعامل با زن چگونه است. این فکر را ما کرده بودیم که چقدر زحمت میکشه یک مادر بیچاره برای تربیت یک طفل. امروز کل مشکلات به دوش مادر است. رسول صلی الله علیه و سلم این گونه شاگردها تربیت کرده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید بهترین صدقه، بهترین صدقه هست که یک مرد یک لقمه غذایی را از کاسه بردارد به دهن زن خود بگذارد. این در نامه اعمالش بهترین صدقه نوشته می شود. بگو الله اکبر. این را میگن محبت، این را میگن صفا و صمیمیت، این را میگن فضای سالم خانه، این را میگن جنت. اگر این گونه تعامل با زن داشتیم پس خانه ما جنت میشود، پس خانه ما را آرامگاه ما میشود، مسکن ما میشود. الله در قرآن میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. زنان لباس شماست ای مردان، زنان لباس شماست و شما لباس زنانتان هستید.
پس بیاییم عزیزان من، در کنار من قبلا گفتم نمازی که اخلاق من و تو را سالم نکنه این نماز محسوب نمیشه. نمازی که اخلاق من تو را نیکو نکند، نمازی که من تو را خوش اخلاق نگرداند، نمازی که در اخلاق ما تاثیر نگذارد، این نماز نیست. عزیز من، حق زن بالای مرد چی هست این را دانستیم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود، یک صحابه آمد به محضر حضرت رسول، عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما حق زوجت احدنا علیه، یک زن بر بالای شوهرش چه حق داره؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود این 5 تا حق را خوب گوش کنین که آیا این را ما رعایت کردیم. فرمود ان تطعمها اذا طعمت، به زنان خود غذا بدهین، همون غذایی که خودتان میخورین. ما شاید هر روز 2 روز بعد 3 روز بعد یک خوراک کباب میخوریم، شاید زنان باشن که در سالها کباب را ندیده باشن. ما داشی ها در عروسی ها و محفل ها میخوریم، شاید سالها باشد که زنان ما از این غذاها استفاده نکرده باشد. اون